فرزند ارشد ایشان امام حسن رضی الله عنه با شما صحبت خواهیم کرد. واقعا امام حسن بسیار شخصی بزرگ است، صحابی بزرگی پیغمبر است، فضایل دارد. در وصف او حتی حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم سخنهای گفته است که عاقبت جامعه عمل پوشیده و در حیات تطبیق گشتند و این یک نشانه دیگری از معجزه های جناب سرور عالم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در سال دوم هجری فرزند دلبند خویش بی فاطمه زهرا را به علی مرتضی بزنی داد. هفته گذشته در این موضوع ما با شما صحبت کردیم. بعد از گذشتن یک سال، یعنی در سال سوم هجری، خداوند متعال به این دو بنده بزرگی خویش به علی و فاطمه رضی الله عنهما یک پسرک داد. پسر بسیار زیبا، پسر بسیار خوشرو. اکنون تصور کنید حال پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را که پسری نرینه نداشت، پسر نداشت. دو پسرک به قول اصح از مادرمان بی خدیجه تولد گشته بودند، اما هر دو هم در زمان طفولیت از دنیا گذشته بودند، در سین خردسالی. حضرت البته مثل هر یک پدر آرزوی پسر میکرد، زیرا این پسر بسیار نعمتی بزرگ است. هست در دنیا مردی که آرزوی پسر نداشته باشد. اگر 10 دختر داشته باشد باز بیچاره زنش مجبور میکنه، حتی اگر زنش بیمار هم باشه، یک بلا که یک تاییدیه تولد که شاید خدای تعالی پسرکم بده. آرزوی هر یک جوان مرد پسر است و پسر بسیار عزیز است، بسیار نعمتی گرانبهای است که خدای تعالی به بندگان خویش عطا میکند. حضرت مولانا جامی پسر نداشت، سین سالش به جای رسید، حضرت از 60 بالا شده بود، پسر نداشت. وقتی که آثار جامی را میخوانیم، در تمام آثارش با چنان درد، با چنان الم، با چنان عجز پیش خداوند التجا و التماس میکند، طلب فرزند میکند. یک داستان دارد با نام سلمان و ابسال. من میدونم که اکثریت اینا نخوندیان، چه جای مردم عادی، اکثر فیلولوگ ها خواندگیش نیستن. شاید دربارش یک معلوماتی اندک در کتب تاریخ ادبیات داشته باشند، اما خود کتاب نخوندیان، حالا که بسیار کتاب عجیب است. و در اونجا مولانا جامی به یک عجز، بیچارگی، به یک شوق رغبت درباره پسر وقتی صحبت میکند، میفرماید هیچ نعمت بهتر از فرزند نیست، جز بجان فرزند را پیوند نیست. حاصل از فرزند گردد کامی مرد، زنده از فرزند باشد نامی مرد. دست تو گیرد اگر افتی ز پای، پای تو باشد اگر مانی بجای. پشتی تو از پشتیش گردد قوی، عمرت از دیدار او یا بدنوی. حقیقتا فرزندی به عار و بناموس باشه قناتی پدر می شود. یک کس جرأت نمیکنه پدرش سخنی ناسزا بگه اگر فرزندی به عار و بناموس باشه. و هر وقت فرزند اگر صالح باشد، پدر به اون نظر کنه، تمام غم و اندوه فراموش میکنه، همه غصه، همه درد، همه رنج فراموش می شود. دشمنت را شیوه از وی شیون است، خاصه گویی بحر قهر دشمنت. از پا که افتادی دستگیرت می شود. وقتی که حرکت کرده نتونستی و به قضای حاجت رفته نتونستی، فرزندی به ناموس پشتت میکنه میبرد. کسی که فرزند داره خار نمی شود، نامش میمونه. میگم پسری فلانی است، خدا پدرش رحمت کنه. اگر پسری خوب صالح باشه، خیلی اگر بد باشه میگم پدرش لعنت.
این کارم هست البته. فرزند خوب باغی پدر، فرزند بد داغی پدر. از این خاطر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی بشارت شنید که بیبی فاطمه زهرا پسر تولد کرده است، به میل و محبت آمد نزدش، طفلک در آغوش گرفت، تحنیکش کرد، با آب دهن خودش کامش شیرین کرد. بعدا سوال کرد علی را، گفت این پسر دوسترو را چی نام کردی؟ گفت حرب، جنگی. حضرت میگه من جوان بودم جنگ دوست می‌داشتم، جنگی نامش کردم. ولی اخی مسلمان‌ها فرزندان را تایسن نمیگیرن، خدا بگیره شو. تایسن مسلمان شد الحمدلله، نامش عوض کرد، نامش ملیک است. اما با تعذیبانه بعضی مسلمانای به عقل به فراستی با فرزندان را تایسن گفته میخوانند. گفت حرب، گفت این حسن است، این پسرک من حسن است، زیبا است. حسن خوب، زیبا، هم زیباگی ظاهری، هم زیباگی باطنی، هم زیباگی در کلام، همه با همین لفظ حسن یاد می شود. این گفت حسن است. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم از تولدش چنان شاد شد، چنان روح بلند گشت که عقیقه امام حسن در 7 روزگی به دست خود کرد. در روایات اومده است که به خاطر امام حسن رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 گوسفند قربانی کرد نزد خدا، 2 گوسفند کشت. و به مادرش بیبی فاطمه زهرا امر کرد، گفت احلقی رأسه، سر پسرک بتراش، گفت و تصدقی بوزنها من وریق، و با وزن همون موهای سرش نقره صدقه کن. حضرت که رحمت علمی هست تیلو نگفت، اگر نه امروز اکثری ما دیگه نمی کردیم. تیلو قیمت های، در صورتی که نقره بسیار ارزان های. از یک شخصی متخصص بود است سوال کردیم که قیمت نقره چقدر است؟ گفت 1 گرمش تخمین 10 سومانی می شود. این 10 سومانی باشه هیچ گپ نیست. کم از کودکی که وزن موی سری او از 2 گرم زیاد شود، 3 گرم شود، این خیلی کودکا بسیار کم شوند. اگه تصور کنه که همین 10-20 سومانی صدقه کردن هیچ اشکال نداره، اما سنت پیغمبر است. خوشا به حال کسی که احیای سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را میکند. و کودک از خوردی که کلان شد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت او محبت بسیار زیادی داشت. فرزندش بود، او را فرزند خود میخواند. بعد 1 سال، در سال 4 هجری امام حسین از مادر تولد شد. ولی مردم ما گمان میکنند که امام حسین دوگانیک هستند. اینا دوگانیک نیستند، یکیش از دیگرش 1 سال کلان است. حسن بزرگتر است. و وقتی که میبینیم روایات محدثای بزرگ خیش رو در اوجد سر تا سر مالامال از بیان قصه های محبت پیغمبر و اظهار محبت نسبت همین طفلکای حضرت علی و بیبی فاطمه زهرا میشه. میگه این سبت من است، اولاد من است، میگفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. امام حسن، امام حسین. امام حاکم در کتاب معروف خیش المستدرک علی صحیحین به شرط بخاری و مسلم از ابو هریره رضی الله عنه راوی اومد روایت میکند که خرج علینا رسول الله صلی الله علیه و سلم و معه الحسن و الحسین. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه به سوی ما خارج شد، در یک دستش امام حسن، در دست دیگرش امام حسین. هذا علی عاتقه و هذا علی عاتقه، ایشم در بالای گردنش سوار، یککشم در بالای گردنش سوار. به همون کودککا بازی و شوخی کرده است. گاه ایشم بوسه میکنه، گاه اوشم بوسه میکنه. حتی انتهینا الینا، حتی انتهى الینا، تا اینکه به نزد ما رسید، آمد به پیش ما. یک مرد سوالش کرد که یا رسول الله انک تحبهما، گفت ای پیغمبر خدا
تو دوست می‌داری حسن و حسین؟ که کودکان او زمان پمپرس نبود، آخه پیشم میتونن بکنن، لباسات به نماز میکنن. اینقدر تو اینا را دوست می‌داری که در آغوش گرفته یا پیغمبر خدا اینا را در پشت سوار کرده خارج شده. انک تحبهما، حضرت گفت نعم، من احبهما فقط احبنی و من ابغضهما فقط ابغضنی. بله گفت هر کسی که همین پسرکی مرا دوست می‌داره مرا دوست داشته است و هر کسی که همین پسری مرا بد می‌بینه گویا مرا بد دیده است. همچنین در مستدرک از ابو هریره روایت است که حجره پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اومده میگه دیدم که حضرت قطع امام حسن بازی داره. تصور کنه مرد به این بزرگی، به این شرف، به این قدر مسئولیت کار با امام حسن بازی داره. ما را کودکام را میولن قشاق میگم گمش که حالی وقت نیست غم نتی. با امام حسن میگه بازی داره. و هو یدخل اصابعه فی لحیه رسول الله صلی الله علیه و سلم و النبی صلی الله علیه و سلم یدخل لسانه فی فمه. میگه امام حسن خورد بود، از کجا میدونه که قطعش بازی داره؟ انگشتکاش در داخل ریش پیغمبر صلی الله علیه و سلم داخته ریش میکشه و این حضرت میگه زبانش در دهن امام حسن انداخت که بمکه. این کودک میمکه کودک رو اگر زبان تا در دهنش مونی یا انگشت در دهنش مونی در او میمکه. حضرت صلی الله علیه و سلم میگه بعد این دست به دعا برداشت، گفت اللهم اینی احبه فاحبه. پروردگارا گفت تو میدونی که من امیره دوست میدارم پس ترم دوستش بدار. اگه تصور کنه که کودک در چنین یک حالت، در چنین یک جای بزرگ شود. مکتب محمدی را ختم کنه. حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی که از دنیا گذشت امام حسن تخمین 7-8 ساله بود. حتی امام حسن رضی الله عنه میگه که من عقل میکردم بعضی چیزا را حتی از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حدیث ها روایت کرده است. یکی از همون معروف ترین حدیث ها همون حدیث صدقه خوردن امام حسن است که وقتی میگه زکات آوردن صدقات، من خورد بودم میگه یک خرماچه را گرفتم در دهنم دوختم که حضرت نخست رنگ روش متغیر شد، آمد نزدم گفت کخ القیها کیخه، گفتی پرتوش از دهنت. حتی میگه انگوش در دهنم انداخت، از دهنم خرما را برو ورد، مجبورم کرد که همون آبی خرما که با خطوف با آبی دهن امخته بود همون را توف کنم. بعد گفتن یا رسول الله آخه هیچ گپ نداره، این چیز زیان داره. گفت صدقه برای آل محمد صلی الله علیه و سلم حرام است، زیرا این از شرک مال مردم است. برای آل محمد صلی الله علیه و سلم صدقه حرام است. کسایی که دعوای سیدی میکنن، کسایی که میگن ما از سادات هستیم، ایشان زاده هستیم، بفهمید زکات برای آل محمد صلی الله علیه و سلم حرام است. آل محمد که ها هستند؟ علما میگن آل محمد، آل علی، آل جعفر ابن ابی طالب، آل عقیل ابن ابی طالب و آل عباس ابن عبدالمطلب. این همی 4 قسم. هر کس بچی نوعی که سیدیش اگر ثابت شود به یکی همی شاخه ها میرسه، پس برای همه همیورا زکات حرامه. بعد گفتن اوخی همون آبی اندک در دهنی همون کودک چی زیان داشت که زبانش کشیدی مجبورش کردی توف کرد. حضرت گفت دع ما یریبک الی ما لا یریبک، چیزی که تو را به شبهه می اندازه ترک کن و عملی را که تو را به شبهه نمی اندازه. همین حدیث امام حسن از رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی روایت کرده است. یعنی وقتی که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشت امام حسن 7-8 ساله بود.
با عقل شده بود، درک میکرد. بعد وفات جناب سرور عالم صلی الله علیه و سلم، امام حسن به تربیه پدرش علی گذشت و تربیه مادرش فاطمه. حضرت علی را درباره فضلش، درباره علمش صحبت های زیادی داشتیم. شما تصور کنید که از این بزرگمرد وقتی پدر چنین داشته باشه، اگر هر روز یک کلمه خوب از او آموخته باشه، پس علم و فضل امام حسن تا کدام درجه است. در تعلیم فرزند بسیار کوشا بود حضرت، بسیار اعتباری سخت میداد به تعلیم و به آداب فرزندای خویش. و امام حسن در زمان ابوبکر صدیق زندگی کرده است. از خلافت او بزرگمرد چیزای زیادی را تعلیم گرفته است، از جمله آشتی پذیر بدن با اهل ردت، با مرتدها، کسایی که دین خود بدل کردند، کسایی که از اسلام رو گرداندند. یک برادر سوال کرد، گفت با جمع گفت مرتد شد، دین نصرانی قبول کرد، نعوذ بالله، همراه زن فرزنداش. متاسفانه در جامعه هستن اینا. به غضب خدا گرفتار شد، خداوند جوانه مرگش کرد و در آتش جهنم ابدالآباد می سوزه. کسی که از دین اسلام رو گردانده است، برای او هیچ نوع از آمرزش نیست. ان الله لا یغفر ان یشرک به، هیچ وقت خداوند گناه شرک نمی آمرزه. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، از شرک کمتر باشه دیگر گناه ها، مثلا گناه های کبیره را حتی اگر خداوند خواسته باشه به فضلش می آمرزه، اما شرک به خدا را هیچ وقت نمی آمرزه. گفت حالی همین خواهر زنم، مقصد قیسنگل، چخیلی که در زبان عاموی هسته، کار نداره، من مغازه دارم، دکان دارم برای تجارت، همین را اگر به کار بگیرم ولی در دکانی من کم کم جنبیده است، سودا کرده است، درست هست یا نه؟ گفتم نه برادر. او گفت میگم با اهل کتاب معامله درست است؟ گفتم بله، با اهل کتاب معامله درست است. اهل کتاب کسایی را میگن که پدر و مادرشون نصرانی بدن، یا که مثلا کسایی که مشرک بدن، یک زمان بتپرست بدن، بعد نصرانی شدن. اما در اهل کتاب مرتدها داخل نمیشوند. مرتد کافر است، مطلق خون نداره، خونش هدره. با مرتد تمام نمود معامله حرام است، فراموش نکنید بچو. با مرتد تمام نمود معامله حرام است. امروز متاسفانه در جامعه مرتدها زیاد شدیان. هر کسی که در همسایگیش مرتد زندگی میکنه، مبادا که حق همسایگی داره، گفته با معامله نکنه، او بدبخت حق همسایگی نداره، الکی به همه عملی که کرده از اسلام رو تفت، تمام حق حقوقهای خودش مسدود کرد، دیگه حق نداره این بدبخت. از ابوبکر صدیق امام حسن تعلیم گرفت که با مرتدها یگان سازش نیسته. از ابوبکر صدیق محبت آل بیت وقتی که دید، به حد امام حسن متأثر ابوبکر صدیق گشته بود که یکی از فرزندای خودش ابوبکر نام کرده است. امام حسن فرزند خودش ابوبکر نام کرده است. ما هفته گذشته درباره فرزندای حضرت علی صحبت کردیم با شما، گفتیم که یکی از پسرای حضرت علی نامش ابوبکر بود و در جنگ کربلا به شهادت رسید. امام حسن هم یک پسرش ابوبکر نام کرده است. شما محبت ببینید تا کدام حد. بعد از خلافت صدیق اکبر زمان خلافت حضرت عمر رسید و تصور کنید که همه نسبت اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار مهربان و محب بودند. صدیق وقتی که امام حسن در کوچه ها میدید، حتی دیدش گفت پدرم فدات شد و گفت تو شبیه رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی، شبیه علی نیستی. بی ابی انت گفت شبه رسول الله صلی الله علیه و سلم،
پدرم فدات شود. وقتی مانند به رسول الله هستی آغوشش کرد، بوسش کرد. در حدیث ها اومده است که حضرت علی میخندید، این رفتار شمیدید. در زمان خلافت حضرت عمر فرزندای رسول الله صلی الله علیه و سلم آل بیت از همه بالا میگذاشت. در روایات اومده است که بعد یکی از غزوه ها، بعد فتوحات مسلمان ها، مال و متاع به نهایت زیاده به مدینه منوره آمد و حضرت عمر تقسیم کرد مال و متاع به اصحاب بزرگوار پیغمبر صلی الله علیه و سلم. امام حسن حسین هم از خانه مادرش بی فاطمه خارج شده بودن، می آمدن دیدن که به مردم لباس میتن، اینا هم اومدن در نوبت ایستادن. هردش خوردکک، تصور کنه که 10-11 ساله، اول لباس ها برای مردای کلان هستند، یگان لباس در بدنشون نشید. حضرت عمر به حد متاثر شد که به والی یمن مکتوب نوشت، گفت به اندازه امام حسن امام حسین متاع سپارش که بدوزن و بفرست. قسم به خدا گفت تا زمان امام حسن امام حسین نپوشونم لباس، همون خلعتی که برای خودم رسیده است نمیپوشمش، او خلعتی که برای پسرم عبدالله ابن عمر رسیده است نمیگذارم که بپوشم. مخصوص برای حسن حسین لباس ها دوختن و فرستادن، حسن حسین پوشید. این سخن برای چی میگم؟ برای آنکه شما بدونید که تا کدام حد حضرت عمر فاروق اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوست می داشت. و این دروغی که متاسفانه اهل تشیع به او حضرت میزنن که گویا خانه فاطمه در اومد، حتی بی فاطمه را لط کوب کرد نعوذ بالله، و یک کودک که در شکمش بود او کودک ویران شد. قسم به خدا دروغ است. این از منبر پیغمبر سوگند یاد میکنم که یک دروغ محض است، از همون دروغایی است که متاسفانه اهل تشیع شرم نداشته و خجالت نکشیده به پای بزرگای اسلام میبندند. در روایات اومده است که بار وقتی که امام حسن و حسین ندید، حضرت عمر نام صحابه ها را می نوشتند تا اینکه حقوق و نفقه شونه از بیت المال دهند، از مال غنیمتی که اومده بود. حسن و حسین هم در دعوت کرد، نامشون نوشت، به هر کدامش گفت 5000 درهم بتین. گفتن یا امیر المؤمنین اخی، این مال حق مجاهده است، حق صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. گفت کی گفته است که یا مجاهد نیستن؟ فقط همین دلیل که اینا فرزندای علی و فاطمه هستند و رسول الله صلی الله علیه و سلم این در ثبت خط خوانده است کفایه میکنه، بتین معاش با. حتی از عبدالله ابن عمر پسرش که صحابه پیغمبر است بیشتر شد. زمان خلافت حضرت عثمان اومد، الکی امام حسن و امام حسین بالغ شده بودند، هر دو مرد شده بودند و از بس که دیدم با چشم خود که پدرشون دویم شخصی است که با حضرت عثمان بیعت کرده است، این شیر بچه ها هم با حضرت عثمان بیعت کرده بودند. در زمانی که اختلاف بین مسلمانان واقع شد، فتنه ها برپا شد، امام حسن و امام حسین در صف محافظین حضرت عثمان قرار داشتند. چندین شبانه روز امام حسن خانه شونه اومده است، شمشیر در دست در خانه حضرت عثمان از امیر مؤمنان دفاع میکرد. وقتی که حضرت عثمان به شهادت رسید، در همینجا یک جنگ واقع شد، امام حسن زخم خورد، زخمی شده بود، مجروح شده بود. با وجود این وقتی حضرت علی اومد دید که امیر المؤمنین به قتل رسیده است، دشنام و سخنهای بسیار قبیح شو کرد. هم محمد پسر طلحه را، هم حسن فرزند خچه، هم عبدالله پسر جعفر جیانشه که شما مرده بوده که امیر المؤمنین در اومدن قتل کردن شما یک جا استادید، اگر چنده در خون خاک آلوده بدن به شروع. حضرت علی را به همین حد غضبش کرد. امام حسن گفت هنرت همین خبت در خونه نشیشتی، نگذاشتی من خودم اومدم محافظتش میکردم، مدل پر بود که شما دفاع میکنی. اما چون قضا آید شود دانش به خواب، محسیه گردد بگیرد آفتاب. حضرت عثمان رضی الله عنه رو اجلش که رسیده بود، دیگر کسی پیش اجل گرفته نمیتونه. خدای تعالی نصیب روزش شهادت که کرده بود، شهید شد.
و به حضور پروردگار به بارگاه بی‌نظیر پروردگار شتابان رفت. بعد از این زمان خلافت حضرت علی کرم الله وجهه شروع شد. در این باره از بس که با شما صحبت مفصل داشتیم، زمان خلافت حضرت علی را استثناء میکنیم. با شما ما نقل کردیم که در تمام جنگ ها امام حسن در پهلوی پدرش بود، هم در جنگ صفین، هم در جنگ جمل، همیشه تا زمان شهادت حضرت علی. و وقتی که حضرت علی به شهادت رسید از دست عبدالرحمن ابن ملجم ملعون، امام حسن قصاص پدر ستاند. عبدالرحمن ابن ملجم به اسفل اسافلین فرستاد. بعد از این جنازه پدرش از بس که پسر ارشد بود خود خواند، امام حسن خواند. بعد از خواندن نماز جنازه قیس ابن سعد ابن عباده گفت یا حسن گفت دست دراز کن، دست دراز کن به تو بیعت کنم به خلافت. امام حسن دست راستش دراز کرد. اول شخصی که با او بیعت کرده است قیس ابن سعد ابن عباده بود. قصه قیس ابن سعد به شما کرده بودم نه؟ قیس ابن سعد از دههای عرب است، از داهیای عرب، یکی از سیاستمدارای دوربین ترین بود. شخصی بود که به حد خدای تعالی عقلی وافرش داده بود که معاویه حتی از او هراس داشت. یادتون اومد والی مصر بود، بعدا همراه حضرت علی در جنگ صفین رفت شرکت کرد. و این قیس ابن سعد بسیار زیرک بود. معاویه حتی به مروان ابن حکم مکتوب نوشت که تو غیرتی نگه داشتن یک شخص نداری. مروان جوابش نوشت که اخم یک آدم بود از دنیا گیرم باشه. گفت افسوس صد افسوس که تو عقل نداری. در نزد من قیس ابن سعد از 100,000 سواره خوفناکتر است. این هم شخصی دانا و زیرک بود. قیس ابن سعد با امام حسن بیعت کرد. یک شخصی بود است با نام ابوالفرج اصفهانی، یک کتاب دارد با نام اغانی. این مرد زعم کرده است که اول شخصی که با امام حسن بیعت کرد عدی ابن حاتم بود، پسر حاتم طی. اول شخص همو بود که مردم گفت شما شرم نمیداری آرام ایستاده با حسن بیعت نمیکنه. اما از بس که این ابوالفرج اصفهانی در کتاب تحریفات زیاد دارد، از بس که طعنه و ملامت زیاد به اصحاب بزرگ پیغمبر کرده است، اکثر محققین کتاب او را کتاب معتبر نمیدونند. بزرگای مثل قاضی ابن خلیکان و مثل امام شمس الدین ذهبی اینا میگن ضعیف است، حتی کذاب است، دروغگو هم است. از همین خاطر ما سخن او را قبول نداریم و سخنی که در تاریخ‌های معتبر از جمله در البدایه و النهایه آمده است که اول شخصی که با امام حسن بیعت کرد قیس ابن سعد ابن عباده بود، به همین سخن ما اکتفا میکنیم. بعد از او که قیس ابن سعد با امام حسن بیعت کرد، تمام مردم از جا قایم شدند و با امام حسن بیعت بر خلافت کردند و حضرت امام حسن امیرالمؤمنین مسلمانان اعلان گشت، امیر مسلمانان. این واقعیت در ماه رمضان سال 40 هجری به وقوع پیوست. قیس ابن سعد والی آذربایجان تعیین شده بود از جانب حضرت علی. 40,000 جنگاور همراهش داشت که همه بیعت کرده بودن به جانهاشو که از جانب امیرالمؤمنین علی با اهل شام و معاویه تا آخران قطره خون خود مبارزه میبریم. اگه تصور کنه که وقتی قیس ابن سعد بیعت کرد دیگران میمونن، همه بیعت کردن، همه سوگند وفاداری خوردن، اما امام حسن دلش از همینو پر نبود. بعد از او قیس ابن سعد گفت یا امیرالمؤمنین اکنون بیای دیر نشده است، هجوم میکنیم به شام و مردم سرکش به افاقه میاریم، کسی که بیعت نکرد به قتلش میرسونیم. خلافت باید در اسلام یک تا باشد. امام حسن هم تن داد و خشونت گرفتند، روانه شدند. در نخیله جمع اومده بودند. بعد به خاطر داخل شدن به شام از راه مدائن عازم سفر گشتند. مدائن یک زمان پایتخت ایران بود. این مدائن در نزدیکی های همین بغداد امروزه است.
تخمین 40 کیلومتر از بغداد دورتر. با مدائین وقتی که رسیدن پیش قشون قیس ابن سعد میرفت با 12,000 لشکری 12,000. اما در شهر مدائین نخست یک فتنگر اعلان کرد، به تمام صدا آواز برآورد که مردم قیس ابن سعد کشته شد، قیس ابن سعد هلاک شد. وقتی این سخن گفتن تصور کنید که سرلشکر اساسی لشکر به هلاکت برسه. دیگر مردم بزدل لشکر پرت افتند گریختن. حتی بعض نوجوان مردها از فرصت استفاده برده خیمه و خیرگاه امام حسن غارت کردند. همو گله میره که در بلاش میشیشت، همو گله میشه همراه جای نمازش دزدیدن. وقتی که امام حسن خواست دیراش شود که مردم شما چی کار میکنه؟ ما به جنگ رفته استیم، به جهاد رفته استیم. یک بدبخت با نام سینان ابن حرب یک ضربه شم زد، با نیزه زد، مجروح کرد امام حسن. از نیم زیادی لشکر پراکنده شد و گریخت. امام حسن در قصر ابیض، قصری که یک زمان قصر شاهان ایرانی بود و او قصر دارالاماره مسلمانان بود، والی که حضرت علی تعیین کرده بود سعد بن مسعود ثقفی در او قصر زندگی میکرد، به همون قصر پناه برد. سعد بن مسعود در طبیبا را دعوت کرد، بالای جراحتش ملهم ماندن و طبابتش میکردن. قدرت واجب تعالی همین زمان در شهر مدائین جیان همین سعد بن مسعود شخص با نام مختار ابن ابی عبید ثقفی در همون شهر مدائین قرار داشته است. این نوجوان مرد به سعد ابن مسعود به عمکش مراجعت کرد، گفت عمک جان یک فرصت بسیار خوب است برای خطا نزدیک نی به معاویه، تا اینکه معاویه بعد که حاکمیت گرفت ترا ولی همین مدائین بگذارد، از وظیفه معزولت نکنه. گفت چی کار؟ گفت این حسن در دست ای، حسن دستگیر که به معاویه بسپار، به همین خلاص با آبرو و عزت میشوی در نزد معاویه. گفت خاک در دهنت، خداوند را جوانی مرگ بکشه، ملعون. فرزند پیغمبر دست بسته و به دشمنش تسلیم کنم؟ من گفت دلم به همین خاک میسوزه که تواری نوجوان مرد در بلاش میگردونه، کاش که خاک را به قعرش میکشید. و همین مختار ملعون اندک پیشتر بتازیم، حالت زمان شد که قصاص امام حسین طلب کرد. قصاص امام حسین بعد شهادت امام حسین چند مدت حاکم کوفه شد، آخر الامر به سزای عملش رسید. مصعب ابن زبیر فرزند حضرت زبیر این بدبخت اخیر به قتل رساند، اما تا زمان کشته شدنش خیلی خونها را ریزونده است، خیلی فتنه ها ایجاد کرده است. این مختار، این شخص با نام مختار کذاب در تاریخ معروف است، زیرا بر دروغ گفته بود که محمد حنفیه ما را ولی خود تعیین کرده است، ما را وکیل خود تعیین کرده است. ببینید شخصی که از ابتدا چنین نوجوان مرد است بعدا اصلاح میشه؟ هرگز نه. همین مختاریه که قهرمانای اهل تشیع قصه کوتاه. وقتی که امام حسن این حالت دید، بعد از او که تبابت یافت دیگر دست دلش خنک شد. گفت با این قشون من جنگ کرده نمیتونم، با این بی غیرت ها چی نو جمع کنم. بعضی والی هاش خلوت به معاویه مکتوب نوشته و از او امان طلب کرده بودن، امان که اگر تو به ما امان بتی ما خدمت امام حسن را ترک میکنیم و با تو بیعت میکنیم. از همین خاطر امام حسن دید که اوضاع بسیار ناگوار است، اوضاع به منفعتش نیست، عقل سلیم خیش رو کار فرمود. گفت از این جنگ غیر از کشته شدن آل محمد صلی الله علیه و سلم دیگه چیزی حاصل نمیشه. از همین خاطر به معاویه مکتوب نوشت، گفت اگر شرط قیدهای ما را قبول کنی من از بحر همین ملکم گذشتم، از بحر همین دنیا را هم گذشتم، من به خاطر دنیای پلید راضی نیستم که خون مسلمانان ریخته شود. معاویه وقتی که مکتوب امام حسن گرفت بسیار خرسان شد. دو شخصی را از اعیان اشراف از جمله عبدالله ابن عامر و عبدالرحمن ابن سموره را به نزدش فرستاد.
گفت هر شرط قیدی داشته باشی من قبول میکنم. با عید نمایندش گفت هر شرط قیدی که نه قبول کنه. آمدن نزد امام حسن. امام حسن شرط گذاشت، گفت با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی با نظری بد نگاه نکنه. گفتن قبول. گفت حضرت علی پدرم در نزد من دشنام حقارت کرده نشود. گفتن قبول. گفت همه خزینه ای که در کوفه جمع اومده است مقدارش 5 میلیون بوده است، 5 میلیون دینار. همه 5 میلیون دینار را من خودم میگیرم. گفتم بسیار خوب. هر شرط قید کرد همه را قبول کردن. بعد اومدن نزد معاویه. معاویه وقتی دید بسیار وقتش خوشی، گفت به جنگ جنجال وقتی که این شرط قیدها حاصل میشه، وقتی که صلح مصالحه حاصل میشه، نور علی نور است. قسم به خدا 5 میلیون اوسو بسته. اگر 5 میلیارد هم که میگفت البته که ادا میکردم تا اینکه صلح شود. یکی از شرط های دیگری امام حسن این بود که گفت که همه اندازه که از دارابجرد گرفته می شود، از شهر دارابجرد همه انداز به من سپاریده شود. این شرط هم قبول کردن. از همین خاطر در سال 41 هجری در ماه ربیع الاول امام حسن با معاویه ملاقات کرد و بیعت کرد با معاویه. یعنی حکم سلطنت و امارت همه را به معاویه تسلیم کرد اختیارا. یک واکنش به نهایت سخت واقع شد. حتی برادرش امام حسین قبول نکرد. گفت این چی کار است کردی؟ اما امام حسن کلام بود. خورده بزرگا را احترام میکردن زمانهای پیش. تا گفت خاموش باش، تو چی را میداری؟ او شخصایی که محیب خاندانشان بدن به نزدش آمدن به دعوا. حتی یک نفر گفت السلام علیکم یا مسود وجوه المسلمین، سلام بر تو ای سیاه گرداننده روی مسلمانا، تو روی مسلمانا را سیاه کردی. اما امام حسن خدای تعالی یک حلم و یک بردباری بزرگ داده بودش. گفت برادر اسلامی این گپ نگو. گفت زیرا من از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که حضرت گفت این فرزند من گفت سید است و روز می شود که بین دو گروه کلان مسلمانان صلح می اندازم. حدیث امام بخاری روایت میکند در صحیح خویش از ابی بکر رضی الله عنه. ابی بکر میگه سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو علی المنبر والحسن الی جنبه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه در بالای منبر بود، امام حسن در پهلوش. تصور کنید که حسن چقدر دوست می داشت. امام حسن در پهلوش در بالای منبر شنوند از حضرت ینظر الی الناس مرة و ینظر الیه مرة. بعضا با مردم نگاه میکرد، با مردمی که مسجد پر کرده بودند، بعضا با امام حسن با نبیرش. و یقول ابن هذا سید ولعل الله ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. حضرت گفت این فرزند من سیده، شریفه و خدای تعالی توسط این فرزند من گفت بین دو گروه عظیم مسلمانان صلح برپا میکنه، جنگ نزاع بین مسلمانان را قطع میکنه به واسطه همین فرزند من. و وقتی که امام حسن با معاویه رضی الله عنه بیعت کرد و صلح کرد، همین معجزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بشارت رسول الله صلی الله علیه و سلم جامعه عمل پوشید. امام حسین وقتی این سخن شنید خاموش شد و دیگر مردم هم وقتی که این سخن شنیدن خاموش شدند مگر قیس ابن سعد ابن عباده. قیس ابن سعد وقتی که امام حسن مکتوبش نوشت که من بیعت کردم بیا ترم بیعت قبول نکرد به هیچ وجه. گفت در بعضی کتاب هایی که ضعیف هستند سخن های زیاد آورده شده است، از جمله مکتوب معاویه به قیس ابن سعد و جواب قیس ابن سعد با
معاویه چنان سخنهای وزنین میگن. متاسفانه بعضی مردم خوب نه که از هم جدا نکرده، تراخش که از هم جدا نکرده، همین را بعضی معرخو در کتاباش آوردین که در شأن صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم این سخنها زیبنده نیست، خاصتا در شأن معاویه و قیس ابن سعد که این دو از دهای عرب هستند، از داهی های عرب هستند. محمد ابن جریر طبری میگه در میان اعراب بزرگترین از روی عقل، از همه داناترین شو، زیرکترین شو 5 نفر بودن: معاویه، عمرو مغیره ابن شعبه، قیس ابن سعد ابن عباده و عبدالله ابن بدیل. این 5 نفر: معاویه، عمرو ابن عاص، قیس ابن سعد، مغیره ابن شعبه و عبدالله ابن بدیل. 2 نفرش از جانب حضرت علی جنگ میکردن، قیس ابن سعد و عبدالله ابن بدیل. عبدالله ابن بدیل در جنگ صیفین شهید شد، سردار میمنه لشکر حضرت علی بود. خب 2 نفر دیگر طرفدار خیب معاویه که خودش سردار لشکر بود، همراهش عمرو ابن عاص بود که وزیرش بود، وظیفه وزیری و وظیفه مشاوری را در نزدش ادا میکرد. اما مغیره ابن شعبه کناره گرفته بود، با هیچ کدامش آمیخته نشده بود. اگه تصور کنه که شخص با این بزرگی و با این دانشمندی به معاویه همین سخنها را میگه، از جمله همون شخص ابوالفرج اصفهانی گفتیم در کتاب اقوالش نوشته است که گویا معاویه در مکتوبش می نویسه به قیس ابن سعد که ای یهودی، پسر یهودی، که پدرت هم یهودی بود، هم یهودی هستی. در جواب میگه قیس ابن سعد می نویسه که مشرک، پسر مشرک و غیره و هکذا سخنهای ناسزا که یگان تاش اصل ندارن، یگان تاش به حجت ثابت شدگی نیستن و در حق این 2 بزرگمرد عاقل این سخنها را اصلا شایسته گفتار نیستن. برعکس معاویه مکتوب زیاد نوشت به قیس که بیا با من بیعت که. یه مرد گفت امیرالمؤمنین با من بیعت کرد، حسن تو چرا بیعت نمیکنی؟ گفت امیرالمؤمنین فکری خود چه داره؟ من فکری خودم، من با امیرالمؤمنین حسن بیعت کرده بودم، با تو نمیکنم. آخر الامر معاویه به نزدش یک مکتوب فرستاد، در آخر مهر امضای خود جز شده است. گفت چیز دلت میکشه بنویس. پیشکی علاقه مهر امضاش گذاشته است که یا قیس یا جنگ نکنیم، هر چی دلت میخواه بنویس در بولوش، بولو ورقی سفید یوخی چی طلب داری علاقه من اجراش کردم. قیس ابن سعد چی نوشت؟ اول شیعه علی، غرض از شیعه کلمه شیعه که امروز استفاده می شود نیست، یعنی که طرفدارای حضرت علی، کسی که هواخواه علی بود، کسی که هواخواه حسن بود، به هیچ وجه به هیچ صورت نه جزا داده شوند نه تحقیر کرده شوند. شرط اول امیر گذاشت. شرط دوم در حضور من گفت علی رضی الله عنه دشنام داده نشود. نه پول طلب کرد نه مال طلب کرد این جوان مرد. معاویه گفت آخی طلبی تا همی قبل است، این طلبی تا علاقه اجرا شدگی های. بعد از این بعد قیس ابن سعد چندین ماه پستر بعد میآید و با معاویه بیعت میکنه. همین طور خلافت به آخر رسید. زمان خلافت تمام شد، زمان ملک امارت سلطنت شروع شد. اولین امیر معاویه است. تا معاویه خلیفه ها بودن، خلفای راشد 5 نفر هستند. در اینجا اجماع اهل سنت و الجماعه الحمدلله. اول ابوبکر صدیق که 2 سال و 3 ماه خلافت کرده است. دوم عمر فاروق که مدت 10 سال و 6 ماه خلافت کرده است. سوم حضرت عثمان که 12 سال خلافت کرد. چهارم حضرت علی رضی الله عنه که مدت 4 سال و 9 ماه خلافت کرده است. و نهایت پنجم امام حسن که به قول اصح 6 ماه خلافت کرده است. در حدیث اومده است
امام ابو داود و امام ترمذی با اسناد صحیح از سفینه مولای پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنن که حضرت فرمود خلافت النبوتی 30 سنه، یعنی خلافت نبوت خلیفه های رسول الله 30 سالن، تا 30 سال ادامه میکنه خلافت. ثم یؤتی الله الملک من یشاء، بعد از او خداوند ملکش به کسی بخواه میده، یعنی بعد اون دیگه خلافت نبوت تمام میشه. و وقتی که همین عدد رقم هایی را که برات بیان کردم جمع کنه 30 سالی پره میشه. زیرا که حضرت ابوبکر صدیق در ماه ربیع الاول سال 11 هجری بیعت کرده بود، خلیفه شده بود. امام حسن ماه ربیع الاول سال 41 هجری با معاویه بیعت کرد، یعنی خلافت سپرید. از ربیع الاول تا ربیع الاول از سال 11 تا سال 41 30 سالی بود میشه، 30 سالی پره قمری. بعدی دیگه امارت شروع شد، امارت معاویه رضی الله عنه. درباره فضیلت حضرت معاویه با شما صحبت های زیادی کرده ایم. الحال درباره فضل و بزرگی امام حسن سخن چند میگوییم و به انشاءالله وقتی نماز میشه نماز ادا خواهیم کرد. امام حسن رضی الله عنه از او جوان مردای هست که حلم و بردباری و سخاوتش زبانزد خاص عام گشته بود. حالی ما میخونیم که امام حسن 5 میلیون از معاویه طلب کرد. 5 میلیون برد کسا کرد؟ نه، 5 میلیون اگری برای عیش معیشت خودش استفاده برد؟ هرگز نه. اکثر کلی همین پول بازل کرده است، خیر کرده است، صدقه کرده است. بغیر از این 5 میلیون معاویه بسیار حلیم بود. هر وقت که به حج می اومد، هر وقت که گزارش به سوی مدینه می افتاد، میلیون ها با امام حسن می داد، میلیون ها می دادش. اما همه میره حضرت بازل می کرد. در روایات صحیحه اومده است، از جمله امام ذهبی در تذکرة الحفاظش ذکر میکند، در سیر اعلام نبلا نیز آمده است. میگه یک روز امام حسن از راه میگذشت، دید یک غلام زنگی یک نان در دست شای، یک پوره نان خودش میشکنه میخوره و یک پوره که دیگه ش میشکنه در پیش سگ میته، یک سگک در پهلوش ایستگی. بگو وی غلام چی کار میکنی؟ ترا حق خدمت یک روزه چقدر است؟ گفت اینم یک نان. آخی گفت تو این نیمی نان در سگ میتی کشته میمونی؟ گفت همین هم مخلوق خدا است، همین هم بیچاره گردنش کش کرده است، نزد ما اومده است که یگان چی بتیمش از برای خدا. چخیل از گلوی من میگذره که سگ گرسنه زبانش برا ورده است، گردنش کش کرده است، در پیش میستوده است. حضرت گفت یا لحظه صبر کن. رفت نزد مولای غلام، نزد صاحبش. غلام خرید، همون حولیه که غلام سگ طعام میداد حولی را خرید. آمد غلام آزاد کرد، همون حولی را هدیهش کرد. این غلام گفت ای مولا، گفت آخی همین مرا آزاد کردی، این خودش یه دولتی بزرگی، چرا اینقدر خراجات کردی، خونه را گرفتی؟ گفت وقتی من یک بنده خدا را میبینم که در حق یک مخلوق خدا اینقدر دلسوزی میکنه و غمخوری میکنه، مرگی من که من امکانیت داشته باشم کمک به این مرد نکنم. حضرت یه روز خانه اسامه آمد، اسامه پسری زید آمد که با کربتاه و مصیبتاه گفته است. بعد گفت چه کردی یا اسامه؟ گفت 60,000 درهم قرضدار شدم، 60,000 درهم قرضدار شدم، قرضدارو به سر من اومده است، نمیدونم چیکار کنم. امام رفت خونش 100,000 درهم آورد، گفت نه 60,000 درهم شد در قرضدارات بده و 40,000 شد نفقه فرزندات که نفقه عیالت کن. شخصی را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوست می داشت نمیسازه که ایخل بیچاره و خوار و ذلیل باشه. هر کسی به مدینه منوره می اومده است از برای چیزی طلب کردن پیش امام حسن میفرستادنش، یا نزد عبدالله ابن جعفر که برای همین دو نفر بسیار جوان مرد هستند، البته مراد اطراح حاصل میکنن. این خیلی یک جوان مردی داشت، این خیلی بزرگی داشت. حضرت حقیقتا بسیارش میدادن.
زیرا که آخی شکل صورتش بر رسول الله صلی الله علیه و سلم شباهت داشته است. صحابه پیغمبر وقتی میدیدنش از گریه رسست میشیدند. امام بخاری روایت میکند از انس ابن مالک لم یکن احد اشبه برسول الله صلی الله علیه و سلم من الحسن ابن علی. هیچ شخص در دنیا به حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم از حسن فرزند علی شبیه تر نبود. و این جوانمرد بسیار حلم و بردباری داشت. بعضی به غیرت ها و به حمیت ها وقتی که ای خلافت سروری غلطی ده به طعنش میزدن، ملامتش میکردن، اما بسیار حلیم بود، بسیار بردبار بود. ابن کثیر روایت میکنه که در مدینه منوره بار با مروان ابن حکم گپاشو گریخت. مروان ابن حکم والی مدینه بود. مروان ابن حکم سیاست بسیار کرد، دستش همی خیل کرده، به دست راست اشاره کرده. آرام است میگه. وقتی که حد گذرون بگفت وای حک، وای به حالت، گفت ای مروان خاک در سرت، اما سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم قال الیمین للوجه والیسار للمقعد. تو مگر سخن پیغمبر را نشنیدی که حضرت گفت دستی راست برای روی، دستی چپ برای قفا. و خونه سوخته اقرات میکنی، اقلا به دستی چپ اقرات کن، به دستی راست نکن. چنان تأثیر کرد مروان ابن حکم که دیگه خاموش شد. تا وقت امام حسن زنده بود چیزش نمیگفت. وقت امام حسن از دنیا گذشت سال 49 هجری، به بعضی روایات اومده است که حضرت امام زهر دادن و این زهر یک بار نه چندین مراتبه کم کم دادیان. و اکثر محققان میگن که شخصی که به امام حسن زهر داده است زنش به جعده بنت اشعث ابن قیس. به هر وجه امام حسن در عین جوش و خروش جوانی در سن 56 58 سالگی از همون زهر که به طعامش داده بودن از دنیا گذشت. و وقتی که از دنیا گذشت مروان ابن حکم زار زار گریست. امام حسین گفت که آخی تو بدبخت همون کسی نستی که با امام حسن جنجال کرده بودی، دعوا کرده بودی؟ گفت بله، من با کسی دعوا کردم که حلم صبر و بردباریش از همین کوه احد بزرگتر بود. یکان سخنم نگفت. بعد همون یکان با شنیدی که من با امام حسن دعوا کرده باشم، نکردم. بسیار حلیم بود، بسیار بردبار بود، بسیار بزرگ مرد بود. در روایات اومده است بار میگه همراه رفیقاش نشسته بود. امام حسن بسیار زیبا لباس بود، زیبا صورت بود، بهترین لباس هم پوشید. شکل صورتش به حد زیبا بود که دشمنان میدیدن حتی حسد میبردن. یک مرد از مردم شام به مدینه آمده بود برای زیارت روضه پیغمبر. دید اون معرکه را، او جوان زیبا را، گفت کی چی کس است؟ گفتن حسن است، پسر علی. از حسد و کینه نزدش اومد، پدرش و خچه دشنام داد، همین بدگهر دشنام داد. امام حسن گفت به فکرم تو مسافر هستی؟ گفت بله. جای خواب داری؟ ندارم. بیا گفت بریم. گپی بیهوده را چیکار میکنی؟ تو ای سفر اومده گرسنه ماندگی، در این باد هوای گرم اوضاع به جا شدگی، عصبات خراب شدگی، بیا گفت برای من ترد بنان و طعام مهمانت بگیرم، انشالله خونه هم نکو، خونه در جات میکنم. آورد همون شخصی را که پدری بزرگوار شد دشنام داده بود، خود دشنام داده بود، برای شرایط مهیا کرد که دیگه بنده خاک پاش شد، محب امام حسن گشته بود. همون شخص حلم و بردباریش به همین درجه را میرسید حضرت امام. واقعا شخصی بزرگ سید است. پیغمبر خدا گفت ابن هذا سیدون، ای پسر من گفت سید است. حضرت ابو هریره در کجای میدید میگفت السلام علیکم یا سیدی، سلام بر تو ای سیدی من. به ابو هریره گفتن او چه سیدی تو است؟ تو غلام نباشی که ایتر آزادت کرده باشه. گفت من از زبان گوهرباری پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که حضرت گفت این فرزند من سعید است. سعید که باشه پس سعیدی ما است. گفت در حدیث های صحیح اومده است پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و ابوهما خیر منهما. امام حسن و امام حسین سید جوانهای جنت هستند.
سروری جوانهای جنت امام حسن و امام حسین هستند و پدرش علی از هر دوش بهتر است، زیرا پدرش است. حدیث امام حاکم در المستدرک به شرط شیخین روایت کرده است و امام ذهبی در تلخیص با او موافقت میکنه. حدیث صحیح است. صحابه های پیغمبر بسیار دوستش می داشتند. از حضرت امام جابر روایت میکنن در صحیح ابن حبان آمده است که حضرت گفت من سره ان ینظر الی سید شباب اهل الجنه فلینظر الی حسن ابن علی، الی الحسن ابن علی. هر کسی که در همین دنیا میخواهد سروری جوانهای جنت ببینه، مرحمت حسن پسر علی را ببینه. این همین سید جوانهای جنت است. و این شخص بزرگ وقتی که از دنیا میگذشت به دادرش امام حسین وصیت کرد. دادر جان گفت مبادا قصاص من طلب نکنی، مبادا شخصایی را که به ثبوت نرسیده است قاتل بدن شو با اونا دستی جنگ نزاع برداری. من گفت فردا روز قیامت از قاتلای خودم حق طلب میکنم، در حضور پروردگار بزرگ از قاتلا خودم شخصا گفت حق طلب میکنم. و همین شخص بزرگوار در سال 49 هجری از دنیا گذشت. امام حسین خواست که در پهلوی باباش در داخل حجره بی بی عایشه گور نداشت، زیرا همجا یک موضع خالی هسته. به نزد بی بی عایشه مادر شخص فرستاد. بی بی عایشه رضی الله عنها اجازت داد. از حسن بالاتر گفت کی است، اما مروان ابن حکم همراه بنی امیه که در مدینه میزیستند همه سلاح پوشیدند و به اسب سوار شدند. گفتن قسم به خدا نمیگذاریم که امام حسن در اینجا گرانده شود. چی رقم میشده است که عثمان خویش ما در قبرستان بقیع گرانده شده است و امام حسن هم یاره شما در اینجا میگرانه در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و همه بنی امیه مانع شدن، نگذاشتن که امام حسن در نزد باباش گرانند. حال امام حسن وقتی که همین وصیت کرده بود زنده بود، وقتی که دشمنی و عداوت اونا به گوشش رسید، خداوند ببینید چه حلم و بزرگواریش داده است. گفت یا حسین در بقیع، در قبرستان بقیع بر در نزد مادرم بگرانم. من نمیخواهم که مرگ من سبب نزاع جنگی بین مسلمانان شود. خیلی که در زندگیم نخواستم که بین مسلمانان به خاطر حاکمیت و آبرو و عزت دنیا جنگ و نزاع شود، همچنین نمیخواهم که مرگم سبب جنگ و نزاع بین مسلمانان شود. ای کاش همه جوان مردای ما همین عقل فراست هم می داشتن. ای کاش که صلح صلاح ما از رفاحت خود، از وظیفه و منصب خود، از دنیای خود بالا میگذاشتیم. قسم به خدا در این صورت مسلمانان به تمام سیادت، به تمام بزرگی ها می رسیدند. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین. برادرمون خورشید جان که عزم سفر اروپا کرده است، از اهل مسجد طلب دعا کرده است که در حقش دعای دست تجمعونه کنیم. دعا میکنیم که پروردگار برادر از جمیع بلا و آفات نگهبان باشد و خداوند محبت به اسلام و به پیشوایان اسلامی بازم بیشتر زاییدتر گرداند و جمیع مراد و مقصوداش حاصل گردانده و سالم و غانم به نزد اهل بیت بازگشتن براش نصیب گرداند. در حق برادرم استا یوسف و برادرش اسلام الدین از محله مهرآباد دعا میکنیم که خداوند جمیع مراد و مقصوداشون حاصل گردونه و پروردگار سعادت دارین نصیب روزیشون گردانه. در حق برادرمو حاجی اسلام الدین که بسیار برادری محیب است دعا میکنیم پروردگار اولا در کسب کارش برکات عطا کنه و خداوند مساعدت کنه که هر مراد و مقصود داره برآورده گردن و پروردگار فرزنداش از جمیع بلا و آفات ارضی و سماوی نگهبان باشن. در حق برادرمو بهادر دعا میکنیم که خداوند صاحب زن صالحه بگردونش. این همون برادری هست که متولی مسجد بود 3 سالش 4 سالش دست جمعونه دعا میکنیم این صاحب زن نمیشه، مگر هم یک روز همه کسا روزی جمعه به خونه شون بریم
مجبور شوه اینقدر پول رسخود کنه با شاید که در فکر زنگیری بغلطه خداوند براش یک زنی صالحه را نصیب و روزی گردان و از دامانش فرزندای صالح به دنیا بیار. در حق برادر ما حاجی بابا کلان که پسرش در بیمارستان است پاش کار نمیکردیم دعا میکنیم که خداوند برای فرزند این برادر و تمام فرزندای مسلمان تمام برادرای خواهرای مسلمان شفای کامل عاجل عطا فرماید. خب در حق برادرای محله طوله دعای خیر کنه میگه که مسجد بنا کرده استادیان خوشو به حال شو.